که سربازی خودم دادم زد من یک وقتا قطار شما چطوری که شما ملادای پاپانه می اومدیم کو من باید شما که ملادایی دا اومدگی بودم بعد اویستا اویستا 6 ماه شدم بعد 1 ساله شدم بعد 1 نیم ساله انا بعد چی شده؟ یک قرصه برای دیدم همین خدمت مادر وطن چی داره که خمون به همین خمون به لوزی خمون گم بزنیم همین دنبالی دارم دنبالیش بدون شیرین هم اگه ملاداییش آمدن کم کم تلخ با اویستا شیرین شیدن بگیره شیرین شیدن بگیره با همین دنبالیش دارن که کم میشه وقتی باید همه وقت وطن مادر میگه حفظ جان واجب است حفظ وطن واجبتر باید وطن همچون جان همچون اینه چشم هر وقت نگاه بداریم خدمت مادر وطن سر بلند کنه ادا کنیم انا بعد شما وقتی که اینجا خدمت مادر وطن ادا میکنه انا بعد خانه میریم و سری بلند مکتب مردانگی را گذاشتگی مکتب مردانگی را اگر همه جد مردکان شهر مردم در اینجا نشستگن میگن دختر در یک شب زنک میشود انا بچه در 2 سال چی میشود مردک میشود یک قصد برای مردک شد سوی بیزا هم میشه ولی لامده 5 روز رو با همه کنیم وقتی زن اکر یا 5 روز رو علاقه زنده راسته بود اکر با همجای کزکش همونجا دایده لامده بی دریا قلی شد زیر مردینه ری شد آچم میگه زن لیتون عجایب در همی شده وقتی که زن لیتون میگه تمام زن اکر وقتی پیش بود که خط میکنن که مکتوب می نویستن که بیا بچم دفتر خالت دیزه چی هم زن اینو خدیجه بچه‌ها دیگه خیلی همسایه کاموشه دیگه تمام سعادت می‌بینی که یکی صبحش ده سعادت هم خرید خدمت نگیره دیگه لرداش میگیره سعادت دیگه فرماهات وایی میای خدمتت گره میای نامت هستای ملادای گپی دیبل زلاتای کازارما خونه تو پولشاکی حقی تو 2 سال سولوژی تو قرض وطن ادا کن برای قرض وطن این سربازی یک چیزی هست که یک عمر در نقش همین سری آدم یک عمر میمونه باور کنید همین تا پیر شدن تا این هم مثال عادی بیارم تمام همین موسیقی پیر برای قضیه سوال کنم بگو بابی جان یکم چه خاطرات داری دیگه فقط ارمی را سوالش نده دیگه چی را وقتی زنگیریش و دیگه که دانشجوییش سوال بده یکم چیز در خاطرش نیست همین یکم چیز در خاطر هست وقتی که سوالات بده در ارمی بده هم سر میکنه ای ارمیا این ارمیا یک چیزی هست که 11 سال در مکتب میانه میخونی 5 ساعت در یک رشته تمام هم خلاص در دانشگاه میخونی 5 سال 6 سال میخونی اون 5 6 ساعت در یک جا هم خیلی میشینی رو پرو لیکن در ارمیا ای خواب میخزی رو پرو تای دست رو شکستی رو پرو تای لیکن خورم رو پرو تای در کجایی که باشی 2 سال همین رفتسی رو پرو رفتسی هم خلاص این 2 سال یک خلاص دیگه ای اکاو دو داریدم یا زور میشین همین کجای دم ما هم خدمتو موازی میبینیم باور نکنید ای اکاو دو دارم خشوتر ناز میبینیم این همه خیلی 2 سالی که شما خدمت میکنید یک قدر یا رفیق پیدا میکنید حاضر ای خیلی تمام تاجیکستان در اینجا سربازا هستن ای خوانین هست ای کلوب هست ای یوون هست ای تمام جا ای ایسا ای کستاکول اسفانا کنی بودم کجای رفتم ما هم خدمت داریم یا که یک کماندیر ما اینجا هست برای همین یک مکتبی هست که هم مردم میشه هم شناس پیدا میکنیم هم جغرافی پیدا میکنیم هم دوستی بهترین پیدا میکنیم و هم در آینده در زندگیمون آسان میشه باید که جوی میرم هم خدمت هم هست که ما سانه که زن میزن میگم هم خدمت هم یک کاری من فلان کاری من رو بود کن حلقه بالای وظیفه دارم هم خدمت های من باید قرصه که بلند دارم میزنم که همه شما صاحبی وظیفه شدو هم دیگری تانو یاردم کنید یک قرصه سرباز بدون که بینیم هر زمان بدون
انا که سربازا را دعوت میکنم کسی که در صنعت ذوق داره فلک دشتی میخونن، سرود میخونن، رباعیات میخونن، برای عروس شعر میخونن. انا اینجا میکروفون آزاده برای ما میگویم فلک دشتی خوندن برای سربازا هستن. اینجا سربازایی که سرود میخونن. برای سربازا هر یک شیخان، هر یک سرودخوان، هر یک دوبایتیان که ترخم میکنن. هستن که شیخ باشد هستن میگویم فلک دشتی میخونن. ای ما وزن پروردن میگید بیو در فصلی بها، در فصلی بها جیرم با پاش میگرده اگه ما فلکرم خوندگیم خیلی جوار خوندن خیلی مون بکنم. هسته اگه شیخ بچند برای یک فلکی داشته بخونه یا که اگه سرود بخونم هسته برای اینجا میکرم جای ترسش دیده بخونم شما سلامتی میخواید اگه تقلید میکنید یا که سرود میخورید چکو بکنید؟ یک سرود بحری مادران دلسوز آه که مادر گفت مادر در یادم زد میگم هیچ گل ندارد بوی چو بوی مادر، هیچ ماه ندارد روی چو روی مادر. البته مادران بزرگ هستند بحری بزرگی مادران چقدر سخن بگوییم کم است. میگم از یک مادر پرسیدم گفتن کدام فرزندت را دوست می‌داری؟ مادر گفت همان فرزندم را دوست می‌دارم که در بستر بیماری است. تا شفا یافتن فرزند بیمارم را دوست می‌دارم. بازم به مادر سوال کرده پرسیدم بیشتر و بیشتر کدام فرزندت را دوست می‌داری؟ مادر گفت همان فرزندم را دوست می‌دارم که در غریبی است. تا از غریبی گشت آمدن فرزند غریبم را دوست می‌دارم. بازم به مادر سوال کرده پرسیدم بیشتر و بیشتر کدام فرزندت را دوست می‌داری؟ مادر گفت تا جان در بدن دارم همه فرزندانم را دوست می‌دارم. برای بزرگی مادران تشکر سربازای عزیز. انا که ای درونی شما سرباز برای بزرگی مادران سرود می‌خوانم. ممنونم. با چشم چارت میرم بر دامن سبزی به خوبارت میرم. با چشم چارت میرم بر لفظی شیرین و شیردارت میرم. عالمت بغریبی و بری ناداری برگردن کجی انتظارت میرم. لعنت بغریبی و بری ناداری و بر دو چشمی چاری انتظارت میرم. اوچه با چشمی چارت میرم بر دامنی سبزی به خوبارت میرم. اوچه با چشمی چارت میرم بر لفظی شیرین و شیردارت میرم. او شه با چمنم عروسکم در خانم پیاوارمانم در کشوری بگانم. شه با چمنم عروسکم در خانه پیاوارمانم در کشوری بگانم. پیاوارمانم زی بحریز کروزیه او حال مرا فقط خدا میدانم. آوارمانم زی بحریز کروزیه او حال مرا فقط خدا میدانم. اوچه با چشمی چارت میرم بر دامن سبزی به خوبارت میرم. اوچه با چشمی چارت میرم بر لفظی شیرین و شیردارت میرم. و شه بچه جوردار بودم و چجان یک بچه به بار بودم و چه
دور بود بچه جان یک بچه به غبار بودم آچه و صد وای و درخ کی قدری تو ندانستم یک بچه به پروا بودم آچه صد وای و درخ کی قدری تو ندانستم یک بچه به پروا بودم اوچه بچهش میچارد میرم بر دامن سبزی به خوبارد میرم اوچه بچهش میچارد میرم بر لفظی شیرین و شیر دارد میرم و بر گردنی کجی تیزارد میرم یک سرباز باشی که نامبردار میلاد باشی نباید تمام این برو میدونیست کردی مارا سربرگی درونی باغ کردی مارا تاجی دختر تو خوار کردی مارا سربرگی درونی باغ کردی مارا ما برفی سفید بودیم در کوی بلند ما برفی سفید بودیم در کوی بلند افتاب شدی بود تو آب کردی مارا افتاب شدی بود تو آب کردی مارا جانانه جان مثالی مزار شوی نارم نگه که تلفن میشوم این تلفن میبرد که زمک نوشته میگه لبای زمک میگه مرده که تست خونه بیا که در خونه کارشکال پیروز نیسته خونه مهمون آمدن میگه زمک موزی زنگ نزد که من سری کار دارم موزی زنگ نزد تلفن میکشم و ایستا کسرش نمیمونم بابا حضورم خیلی سنایپر فقط دشمن هدف داره میفته استودیوم خیلی دشمن برام نارم نگه با تلفن میشوم با تلفن میبرد باز زنگ نوشته میگه لبای زمک میگه مرده که این مهمان بالای مهمان اومد اینا اوچند اومد خشتمن اومد میگه آخه زنم اونو پای خونه در مغازین برای کارشکار کان همه چیز قرض بگی بیو همین مهمون رو خوش اومده که اوچند خوش اومده که خوزی زنگ نزد که من سری وظیفه دارم سری کار دارم ولی زنگ نزد با تلفن میکشه که سرشاری مونم خیلی نه با حضور دشمن هدف گرفته است میگه همین دشمن برام با تلفن میشم این تلفن رو میبرد که باز زنگ نمیسته میگه الو زنم بسیاری بعد زنگ زدی یا با این بالکن برو بالکن برو میگه بالکن برو زنگ بالکن میبره سنایپر طرف بالکن میدرو الله اکبر جان ای زنگ خلاص انا که با حضور سنایپر میداره طرف دشمن همین دشمن برام نرونه که با تلفن میشم این تله بردارم باز زنگ نمیسته میگه لبای زنگ میگه مرده که تست خونه بیا که اوچند بالکن برو مد کسی پرام داشت هم یکیو شد البته این روز فراموش شده روبروی هم ایستاده خوشی و خرسندی میکنیم رقص و بازی میکنیم همین تصمیم من چیه که کم کم باشم غم هم دو هیدیل ایدیل بیرون کردن همین خلاص همین سیاهی دیل ایدیل بیرون کردن هم دیگر فهمی هم دیگر طالب دوست بداریم میریم محبت باشن همین تاجیکستان که بود میکنم ما و شما در آینده در این روزم وقت تاجیکستان در دست ما و شما وطن دوست میداریم باری وطن جان و دلیل نمیداریم همه خانم که سرجم باشیم و خوشی و خرسندی کنیم ای دیجی خواهش میکنیم یعنی دتا ترانه‌ای یا اوسکی بمونم اگر اینجا دیگه من خمیشی من زنگیر نیستم هفت هشت کردیم زنگیر نیستم خوندن نمیگیرم تو سر راست کردن بگیریم خیلی ترا چمور گفت ولی من زنگیر نیستم اکم در رسیه باید منش بیستم لیکی روزم ندادی خوردی دیل و جگر من حسین روی همه که خستم ای خوابم زنگیر نبودم زنگیرم کردی زنگیر نبودم مجبورم کردی در کرم نبود زنگیر
یک دو تا ترانه یوز که اون نه یک قطعی هم برادران قطعی سربازان رقص و بازی میکنیم انا پس اون وقتی ابروش دیگه دیگه دام میگیم چی گفتی نشان آخه یا تلویزیون یا خبر یک دو تا سرود یعنی یوز که اون یک دو تا سرباز بزنیم یا ترانه رو چی میگیم چی گفتی ایجاش میگیریم ایشاش مفتوح سکوریش فقط یوم کمالک رو زد خود میزنیم که سمتر نجاری میشه